و هب لنا من لدنک رحمه، ببخشد برای ما از طرف خود رحمت، ثبات در دین. انک انت الوهاب، بدون شک تو بخشاینده هستی. یا رب به بندهایت اعطا و احسان میکنی، میبخشی. و ما چی را ببخش؟ ایمان را ببخش، ثبات در ایمان را ببخش. اینجا هدفیست. الضلاله، از فتنه های هر زمان نجات بده. این آخر زمان خود بسیار فتنه، هر زمان فتنه خود داره نجات. وهاب چی بود؟ یکی از نام های الله است. حبلی، بخشش. هبه با عربی، من این موبایل بردارم بخشش بلای وضع میرم بخشیده میرم میگه هبه. الله بخشش میکنه هر چیز. الله بلای وضع به ما شما میده، عوض نمیخواد. نعمت میتن وجود، چشم، گوش، کی خواستیم ما بلای وضع داده. ما چی میتیم با الله؟ چیز. وهاب است. وهاب نام الله است. اینا کسایی که به قرآن حدیث عمل میکنن در این زمانه و علما هم قبول دارن، مذاهب هم قبول دارن، گپایش که موافق قرآن سنت باشه، مردم اونا را چی میگن؟ وهابی. وهابی معناش الله پرست، مثل که الهی میگیم، نه رحمانی میگیم. رحمانی صاحب منصوب به سوی رحمان، وهابی منصوب به سوی وهاب الله، الهی منصوب به سوی الله. رحیمی صاحب منصوب به سوی رحیم، رؤوفی صاحب منصوب به سوی رؤوف، یک از صفات الله است. نه اکبری صاحب نه منصوب به سوی اکبر، الله اکبر، به سوی الله. اینا اکبری را بد نمیگن، نه رحمانی را بد نمیگن، الهی را بد نمیگن. قیومی صاحب قیومی را بد نمیگن، منصوب به سوی قیوم. رحیمی صاحب رؤوفی صاحب بد نمیگن. وهابی که شد اگه عین چیز است. وهابی بسیار بد است. وهابی که شد دیگه بسیار بد اگه عین چیز. خب وهابی چی؟ ای را باز بد میبرن. خوب است که اینا هم بد سر ما نماندن. یک محصل پیچاره مجتب میخواد، یک روز آمد گریان کرده، تو گریان کرد. چرا گریان داری؟ دوستان مرا وهابی گفتن. والا خیر است. وهابی چی معنا؟ ما چی میگفت چی معنا؟ گفتم وهابی یعنی الله پرست، مثل رحمانی، مثل اکبری، مثل رؤوفی، قیومی. خب والا مرا گفت تو وهابیستی. اول اشکایش میرم. چرا؟ گفت میری در این مسجد نماز میخوانی وهابیستی. میده سیزیانش بازی رو فهماندنش که اینطور نیست. اما آلیا چی میگن؟ ما این وهابی رو نمیگیم که الله، اون وهابی که در سعودی بوده. خب او کی است؟ عبدالوهاب صاحب میگه. عبدالوهاب خب عبدالوهاب یک آدمی است که مذهبی بود. اصلا کسی که عالم بوده و محمد نام داشت. محمد کاش که محمدی بگویم، نمیگن. میفهمن اگه محمدی بگویم خب باز گدولی میشه. خب اگه محمدی هم بگویم نموگه پا از او کده وهابی خوب است، منصوب به سوی الله. عبدالوهاب نام پدر می عالم بود و این در سال 1206 وفات کرد هجری قمری، یعنی در قرن 12 زندگی میکرد، در آخر قرن 12 اول قرن 14 230 چند سال پیش زندگی میکرد. 230 سال میشه، 232 سال از وفاتش میشه. یک عالم خوب بود، تابع قرآن سنت بود. حتی کتاباش هم ببینی نگاه مذهبی بود، حنبلی بود، حنبلی مذهب بود، مذهب هم بیرون نبود. حال ما را میگن شما در مذهب عزیزتین، اون مذهب نو نداشت، بیچاره عالم بود. یقین کنین که اگر ما شما قرآن حدیث ما میگیم که ما در حتی ما میگیم ما در یک مذهب مشخص که هر گپ خوب باید بگویم نیستیم، مشخص. وهابی را خوبان که ما حتی حنبلی خود نمیگیم، شافعی خود نمیگیم، تنها شافعی، تنها مالکی، تنها حنفی، تنها سفیان ثوری، تنها لیثی. بسیار علما تیر شدن. ما میگیم کل علما را قبول داریم. ما میگیم هم شافعی، هم حنفی، هم مالکی، هم حنبلی. چطور میگه شده میتونی در یک وقت خود تا 4 مذهب باشه؟ ما میتونیم. او چی است؟ با قرآن حدیث عمل میکنیم خلاص. هر چیزی که هر عالم قرآن حدیث رو بیان کرد با چشم میپذیریم. خدمات از را نادیده نمیگیم، بسیار خدمت کردن با ما. علما احترامشان داریم، برشان دعا میکنیم.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. برادرای با ایمان ما را ببخش و ما را درجه شان بالا. چرا نمیکنیم؟ وهابی که بگوین اون مذهب نو داشته باشه ما خود ندیدیم ولی علم ما پیدا نکردم. همون کسی را که مردم وهابی میگن کلش میگه ما تابعدار قرآن سنت. در عربستان هم دیدیم گفتم کدام گروه وهابی هست اینجا گفتیم. رفتیم در مرکزش گفتم شما مقلد یعنی امام محمد هستید؟ محمد ابن عبدالوهاب گفت نه توبه استغفر الله. نه در عربستان پیدا کردیم وهابی را، نه در ترکستان، نه در افغانستان. هیچ وجود نداره. که وجود نداره خیلی چطور ما در یک جایی باشیم که هیچ وجود نداره. دیگه این ظالما که از خود توبت میکنن با وهابی را اگر یهود میگن تکفیر میکنن. این تکفیری ها خودشان هست. یکم تا میگه یا وهابی چی معنی گمش که از یهود نصارا بدتر است. خب همین تکفیر نیست چی از یهود نصارا بدتر. باز ما را میگن که تکفیری نه تکفیری خوش باست نه از یهود نصارا بدتر. ولی کسی که تکفیر میکنه حدیث ایش من اکفر رجلا مسلما کسی یک مرد مسلمان تکفیر کرد اگر بود و امکانه فبها اگر نه و الا فهو الکافر خودش کافر میشه. هر کسی که وهابی از یهود نصارا است یا بدتر است یا از دین بیرون است تکفیر کنه خودش کافر. این گپ مرا باید بشنوه. در هر جای کس ما میگیم خدا کافر نکن ایمان تا دست نتی بیا مشکل داری شک داری شبهه داری بیا کت ما گپ دی. اگر بودیم ما وهابی بیا ثابت کن ما تابع قرآن هستیم سنت. هر عالم که عالم باشد به قرآن سنت نظرش موافق قرآن سنت باشه قبول دارم. خلاص. ربنا ای رب انک